نشانه ها و شناخت اشخاص ناکام در زندگی از دیدگاه متخصصان. یکم، شخص را ببیند در مصیبت بسیار خوشحال می شود. دوم، همه وقت اعتراض می کند. به اصلاح امروزه همه وقت می نالد. سیوم، همیشه در همه کار خود را حق قرار می دهد و دیگران را ناحق. چهارم، خود نمی داند که چی می خواهد. پنجم، همیشه از پشت درباره دیگران سخن می گوید. ششم، وقتی که کارهایش برار نمی گیرند در حال دیگران را گناهکار قرار می دهد. هفتم، هیچ وقت خود را اصلاح کردن نمی خواهد. هشتم، همیشه فکرهای خود را درست قرار می دهد و فکر و اندیشه دیگران را نادرست. نهم، در زندگی دور اندیش نیست و زندگی خود را بدون مقصد میگذراند. دهم، اگر چیزی را بداند از علم آن را مخفی نگاه می دارد و به کسی نمی گوید. یازدهم، فکر می کند که همه چیز را می داند. الله مهربان همه ما و شما را در دنیا و آخرت سربلند و کامیاب بسازد. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.